با گذشت 6 روز هنوز هم تنش بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان ادامه دارد. بحث‌ها در تالار عمومی ولسی جرگه تا هنوز به نتیجه نرسیده است. قرار بود روز پنجشنبه اعضای ولسی جرگه بالای فیصله هیئت موظف رایگیری کنند که با مخالفت برخی از اعضای این جرگه روبرو شد. درست که ما خودم در کمیته بودیم، فیصله به این کردیم که سر یک رای و در داخل تالار رایگیری شود و امروز و باز به نتیجه نرسیدیم. ما در روز شنبه اونا میگه که 130 رای برای ما وکیل صاحبا 130 نفر وکیل امضا کردن که می رای تایید است و ما دوباره رایگیری نمیکنیم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رایگیری شود. اعضای مجلس با سر و صدا و بی‌نظمی نگذاشتند مکانیزمی برای حل این مسئله مطرح شود. برای حل تنش به میان آمده درست قبل یک هیئت 27 نفره تعیین شد. کمال ناصر اصولی تصمیم شماری از هیئت را قبول ندارد، زیرا به گفته وی یک جانبه تصمیم اتخاذ شده است. 16 نفری که ایجاد شده بود یک جانبه عمل کردن، 11 نفری که برآمدن از آنجا 3 مشکل داشتم رای کمیسیون. یک، کمیسیون در هیئتی که از تالار رای گرفته بود بعضی ها به طور انتصابی شامل لیست 27 نفر شده بعد از رای گیری، بنابراین 11 نفر اعتراض داشت که چرا این طور می شود. یک بحث است. بحث دوم، بالای پروسه، شفافیت پروسه بحث نکرده است کمیته و 11 نفر اعتراض داشت که ما نمیپذیریم. شماری از اعضای مجلس به حمایت از آقای میررحمان رحمانی دیدگاه متفاوت در این مورد دارند. ریاست ولسی جرگه افغانستان قضیهش تمام شده. آقای میررحمان رحمانی با کسب 50 جمع یک آرای حاضر مجلس به حیث رئیس ولسی جرگه انتخاب شده و در دیگه هیچ مشکل نداره. شمار دیگر از اعضای مجلس در ولسی جرگه از ادامه تنش‌ها به سطوح آمده‌اند. ما و شما آمدیم که چیکار بکنید؟ به دوران انتخابات چند نفر شهید شده که من و شما بیایم به این چوکی بشینیم وکالت بکنید. او خانواده شهید ما و شما نمیبینه؟ این صحیح است؟ بیایم راه حل پیشنهاد آنچه که معموله رایگیری کنین. اگر میخوایم سری هم انتخابات بشه این رایگیری کنین، اگر میخوایم علنی هم بشه این رایگیری کنین. راه حل همیست دیگه. روز شنبه انتخابات ریاست ولسی جرگه میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی برگزار گردید که در این انتخابات آقای رحمانی با کسب 123 رای و آقای اصولی با کسب 55 رای با هم رقابت کردند. در نتیجه عطا محمد دیقانپور رئیس موقت ولسی جرگه آقای رحمانی را رئیس اعلام کرد که با مخالفت کمال ناصر اصولی و هوادارانش روبرو شد و آنها تاکید دارند که آقای رحمانی نتوانست 50 جمع 1 آرای مجلس را به دست آورد.